أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب الامر بتعهد القرآن و تحذیر من تعریضه للنسیان. یعنی که باب در مسئله امر و فرمان به مواظبت کردن قرآن هست. یعنی که انسان باید مواظبت بکند به خواندن قرآن، به تلاوت کردن قرآن. و تحذیر من تعریضه للنسیان، و همچنین باب در مسئله برحذر داشتن از قرار گرفتن قرآن به فراموشی. یعنی قرآن باز به فراموشی قرار نگیرد، از این برحذر می دارد. یعنی انسان باید دور باشد از فراموش کردن قرآن، بلکه همیشه مواظبت بکند، همیشه کوشش بکند، همیشه با تلاوت قرآن باشد. این باب در این مسئله صحبت میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1001 کتاب ریاض الصالحین هست. حدیث 1001. امام نووی رحمه الله در زیر این حدیث، در زیر حدیث 1001 میگوید: عن ابی موسی رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال. یعنی که از ابو موسی رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله گفتند: تعاهدوا هذا القرآن، یعنی که کوشش بکنید با تلاوت کردن این قرآن، یا مواظبت کنید این قرآن را با تلاوت کردن، یعنی که همیشه این قرآن را تلاوت بکنید. فوالذی نفس محمد بیده، یعنی قسم به ذاتی که نفس محمد صلی الله علیه و سلم به دستش هست، لهو اشد تفلتا من الابل فی عقولها. پیغمبر گفت که لهو، حتما گفت این قرآن، اشد تفلتا، یعنی که در فرار کردن بسیار سخت است، یعنی زود فرار میکند. من الابل فی عقولها، از شتر دیده که از زانویش بستگی باشد. یعنی که قرآن چنان زود فراموش می شود اگر انسان مواظبتش نکند، اگر انسان کوشش نکند، اگر انسان نخواندش، تکرارش نکند، چنان زود فراموش می شود، از ذهن انسان فرار می کند، از شتری از زانوش بستگی دیده تیزتر و زودتر. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مثال را زد، این مثال را تقدیم کرد که چطوره که شتر از پاش بستگی باشد و در حال فرار قرار میگیرد و چقدر زود میخواهد فرار بکند، پس قرآن از ذهن انسان انا همین طور هست. اگر تکرار نباشد، اگر مراجعه نباشد، اگر خواندن نباشد، زود از ذهن انسان فرار میکند و انسان فراموشش میکند. این حدیث متفق علیه می باشد. اشد تفلتا، یعنی که بسیار سخت در فرار هست. تفلت در فرار هست یا در تمام شوی هست، در از بین روی هست. من الابل فی عقولها، از شتر دیده، از شتر ده فی عقولها، یعنی که در عقولش. عقول گفته یعنی شتری را که از زانوش میبندن، از زراش میبندن، همین را میگن عقول. عقول جمع اقال هست، اون بند را میگن که شتر میبندن. خب این بود حدیث 1001. بعد از این حدیث 1002: وعن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال. یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، هر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که انما مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعقلتی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هر آینه مثال حافظ قرآن،
مثال کسی قرآن را حفظ کردگی است به مثل شتری بستگی است. یعنی که قرآن برای حافظ قرآن به مثل شتری بستگی است. این عاهد علیها امسکها. پیغمبر گفت که اگر که مواظبت بکند حافظ قرآن بر قرآن، امسکها یعنی که این قرآن را با خودش می‌دارد، با خودش نگه می‌دارد، یعنی فراموشش نمی‌کند. اگر مواظبت کنه همیشه قرآن را بخواند، پس قرآن حفظ کردگیش حافظ قرآن فراموش نمی‌کند. و این اطلقها ذهبت، اگر که رهایش بکند، مواظبتش نکند، دقتش ندهد، ذهبت از بین می‌رود، فراموش می‌شود. پس قرآن فراموش می‌شود اگر که خوانده نشود. پس این حدیث هم همچنین دلالت می‌کند که قرآن بسیار زود فراموش شونده است اگر که حافظ قرآن، خواننده قرآن مواظبت نکند، همیشه بر دوام خواننده قرآن نباشد، زود فراموش می شود. این حدیث متفق علیه است. این بود این باب، با همین دو حدیث این باب با آخر رسید. باب 9 میگذاریم. باب استحباب تحسین صوت بالقرآن، یعنی که باب در مسئله زیبا مستحب بودن خوش و زیبا گرداندن آواز بالقرآن، یعنی که با تلاوت کردن قرآن. وقتی که انسان قرآن را تلاوت میکند باید آوازش را خوش و زیبا بگرداند. و طلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها، و همچنین باب در مسئله مستحب بودن طلب کردن خواندن قرآن من حسن صوتی، از کسی که من حسن صوتی، از کسی که صدایش زیبا است. من حسن صوت یعنی که کسی که صدای خوش دارد، از اون طلب کرده شود که اون صدای خوشدار قرآن بخواند. ولی استماع لها، و همچنین باب در مسئله گوش کردن به قرائت کسی که قرآن میخواند و باید انسان گوشش بکند. این باب در امام نووی رحمه الله این باب را گذاشته است و در زیر این باب چند حدیث را تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1003 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگوید ما اذن الله لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجهر به. میگوید که ما اذن الله لشیء، یعنی که گوش نداده است الله سبحانه و تعالی به چیزی ما اذن للنبی حسن صوتی، آن چنانه که گوش دادگی است به پیغمبری که حسن صوت است، یعنی که آواز خوب دارد، یتغنى بالقرآن، یعنی قرآن را با صدای خوب میخواند، یجهر به، آشکار میکند قرآن خوانیش را، یعنی که با آواز بلند و خوب و خوش قرآن را میخواند. الله سبحانه و تعالی گوش دادگی است به خواندن قرآن همون پیغمبر. میگه ما اذن الله لشیء ما اذن لنبی حسن صوتی، یعنی که گوش نداده است الله سبحانه و تعالی به چیزی آنچنانه که گوش دادگی است الله سبحانه و تعالی به پیغمبری که صدای خوب دارد، قرآن را با صدای خوب میخواند و بلند میخواند. الله سبحانه و تعالی به این گوش داده است. پس این حدیث متفق علیه است، حدیث 1003. بعد از این حدیث 1004 و عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال له، میگد که از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو موسی اشعری را گفت که لقد اوتیت مزمارا من مزامر آل داود،
گفت واقعا داده شده ای ابو موسی مزمارن من مزامر آل داود، یعنی که صدای خوب از صداهای خوب آل داود، چطوری که آل داود بسیار صدای خوب و خوش داشتن، پس گفت تو هم ای ابو موسی اشعری به مثل آنها صدای خوب داده شدگی هستی. این حدیث متفق علیه است. و فی روایت لمسلم، و در یک روایت در مسلم آمدگی است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال له، هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه گفت ابو موسی اشعری را لو رأیتنی و انا استمع لقراءتک البارحه، گفت اگر که میدیدی تو مرا در حالی که من گوش میدادم به قرآن خانه تو شبی گذشته، این خوشحال میشدی. اگر که من را میدیدی در حالی که من قرائت قرآن تو را گوش میکردم میگه شبی گذشته، حتما تو خوشحال میشدی، حتما خوشت می آمد یا خوشحال و خرسند و خرسندی در قلب تو پیدا میشد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه حضرت ابو موسی اشعری را این طور گفت. بعد از این حدیث 1005 حدیث 1005 کتاب ریاض الصالحین میگوید و عن البراء ابن عازب رضی الله عنهما قال، یعنی که از براء ابن عازب رضی الله عنهما روایت است که گفت سمعت النبی صلی الله علیه و سلم قرأ فی العشاء بالتین و الزیتون، میگوید که شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو که خوان در نماز عشاء، در نماز خفتن، سوره و تین و زیتون را، سوره و تین و زیتون رو میگه رسول الله خواند. فما سمعت احدا احسن صوتا منه، پس میگه نشنیدم کسی را خوش صدا تر یا که صاحب خوش صدای از پیغمبر دیده، یعنی که دل نشین صدا ترین انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو میگه شنیدم. براء ابن عازب میگوید کسی را به مثل پیغمبر صدای خوبدار نشنیده بودم، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خودش را صدایش بسیار زیبا و بسیار خوش صدا بود. بگین حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 1006 کتاب ریاض الصالحین و عن ابی لبابة بشیر ابن عبد المنذر رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، میگد از ابی لبابه بشیر ابن عبد المنذر رضی الله عنه روایت است هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من لم یتغشن بالقرآن فلیس منا. میگه پیغمبر گفت که هر کسی که لم یتغشن بالقرآن، یعنی با صدای خوب قرآن رو نمیخواند، فلیس منا، پس اون از ما نیست. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث تشویق میکناند برای قرآن را با صدای خوب و خوش خواندن، زیرا که میگه هر کسی که قرآن را با صدای خوب نمیخواند پس اون از ما نیست. رواه ابو داود به اسناد جید، این حدیث را ابو داود به اسناد جید روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 1007 کتاب ریاض الصالحین و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، میگه از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال لی النبی صلی الله علیه و سلم، میگه گفت برای من پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ابن مسعود میگه پیغمبر من رو گفت اقرأ علی القرآن، میگه گفت بخوان برایم قرآن را، برای من قرآن تلاوت بکن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از عبدالله ابن مسعود این طور طلب کرده است. فقلت، پس عبدالله ابن مسعود میگه من گفتم که یا رسول الله، ای رسول الله، اقرأ علیک و علیک انزل، یعنی برای تو ای رسول الله بخوانم
که در حالی که قرآن برای تو ای رسول الله نازل شدگی است، پس من برایت بخوانم. قال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اینی احب ان اسمعه من غیری، گفت هر آینه من دوست می‌دارم که بشنوم قرآن را از غیر خودم، یعنی از دیگر کس شنیدن قرآن را دوست می‌دارم. فقرأت علیه سوره النساء، پس عبدالله ابن مسعود میگه خواندم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوره نساء را میگه خواندم. حتی جئت الى هذه الآیه، تا اینکه میگه رسیدم به این آیت، یعنی سوره نساء را وقتی که میخواندم میگه به این آیتش رسیدم که فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهیدا. یعنی فکیف اذا جئنا، میگه در این آیت رسیدم که معنای این آیت چنین است که فکیف، پس چگونه خواهد بود، اذا جئنا من كل امه بشهید، یعنی هنگامی که، پس چگونه خواهد بود هنگامی که بیاریم ما از هر امت قوم شاهد و گواه، از هر امت و قوم میگه بشهید، ما شاهد و گناه بیاریم. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و بیاریم ما تو را ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای آنها شاهد و گواه، یعنی هر قوم و گروه شاهد و گواه میاریم از هر قوم و گروه، اما ای پیغمبر تو را بالای همه اونها شاهد و گواه میاریم. وقتی میگه این آیت رو خواندم، قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که حسبک، یعنی که کفایه است، یعنی بس است، یکفی که یعنی کفایه میکند، بس است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه معنم کرد از خواندن. فالتفتو، پس ابن مسعود رضی الله عنه میگه فالتفتو، پس میگه من گشتم و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاه کردم، یعنی در حالت قرائت قرآن بود. وقتی میگه پیغمبر گفت که بس است، پس میگه من گشتم پیغمبر را صلی الله علیه و سلم را میگه نگاه کردم. فاذا عیناه تذرفانی، پس ناگهان میگه دیدم که از دو چشمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم آب جاری شده است، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از چشمانش آب جاری شد وقتی که این آیت را میگه خواندم، یعنی که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم چقدر تأثیر کرد و پیغمبر مؤثر گشت که از چشمانش آب جاری شد. این حدیث میگه حدیث متفق علیه است. این بابم به آخر رسید. باب نو، باب الحث علی سور و آیات مخصوصه، یعنی باب در مسئله، باب نو، این را انشاءالله درس آینده میگیریم که در مسئله تشویق و ترغیب کردن برای قرائت کردن بعضی سوره ها یا بعضی آیات های معین و مخصوص، بعضی سوره ها یا بعضی آیات های معین و مخصوص باید قرائت کرده شود که تشویق و ترغیب شده است. این باب رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه رو به پایان میرسونم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.